سلام، من فریشم و امروز اومدم با آموزش یه نون دارچین گردویی خوشمزه که بافتش بی‌نظیره. کاش میتونستم عطرشم براتون بفرستم. حتما درستش کنید و با یه فنجون چای نوش جونتون کنید. بریم آموزشش رو ببینیم. برای شروع خمیر مایه و شکر رو داخل ظرف بریزید، آب بهش اضافه کنید و درش رو بذارید تا عمل بیاد. داخل هنزنم آرد و ریختم، نمک و روغنم بهش اضافه کردم و خمیر مایه عمل اومدمم روشون ریختم. سریع خمیرشم گذاشتم و خمیرم آماده شد. حالا خمیر رو داخل ظرفی که از قبل چرب کردیم میذاریم، درش هم میذاریم و میره که استراحت کنه. تو این فاصله گردوهامم آسیابشون کردم. اگر دوست داشتید بافت گردو درشت‌تر باشه اونا رو با دست خوردشون کنید. حالا به کری به دمای محیط رسیده شکر، دارچین و گردوهای آسیاب شده رو اضافه کردم و اینقدر با هم دیگه مخلوطشون کردم تا یه همچین بافتی بده. سطح کارمم آرد پاشی کردم و یه ذره خمیر رو ورزش دادم. بعدم با وردنه اونو کامل بازش کردم. حالا سطح خمیر رو کامل به مواد دارچینیمون آغشته میکنیم و خمیر رو از یک کنار آهسته رولش میکنیم. بعدم با یه چاقو اونو از وسط نصفش کردم و خیلی آهسته دو طرف رو روی هم پیچیدم. این کار رو باید یه ذره با حوصله انجام بدین. در آخرم خمیر رو به قالبم منتقل کردم و روش رو بستم تا یه ذره دیگه استراحت کنه. بعد از حدود 15 دقیقه اونو با زرده تخم مرغ و یه ذره شیر رومالش کردم و میره توی فر از قبل گرم شده تا حسابی طلایی و خوشگل بشه. اینم از نون دارچین گردویی خوشمزمون، یه عصرونه بی‌نظیره. مطمئنم اگر درستش کنی عاشقش میشی، پس همین الان سیوش کن. نوش جونتون.